خاک عزیز ما به همه چی ارزنده است. من وطنم را، ملتم را، خاک عزیزم را از جان خود بیشتر دوست می‌دارم. به همه چی ارزنده است و مردم شریف تاجیکستان قادر است آن مشکلات، آن بعضا نارسایی که در جامعه است در سالهای آینده تاجیکستان درخشان است برطرف می‌کنیم در یک جایگی با تکیه به مردم شریف تاجیکستان. اگر خلقی کو خرد و بزرگ تاجیکستان من را دستگیری نمیکرد به این روز نمیرست. برای همین من هستی خود را بخش